گاردنز بای د بی به معنای باغ‌های کنار خلیج یک پارک طبیعی با مساحت 101 هکتار درست در مرکز سنگاپور و در سال 2005 افتتاح شده. اینجا یکی از مشهورترین جاذبه‌های سنگاپور محسوب میشه و کنار مارینا رزروار قرار گرفته. مناظر زیبا و مسحور کننده این پارک از ترکیب آبنماها، طبیعت و معماری تحسین برانگیز باعث شده تا به امروز جوایز متعددی رو برای ساختار زیباییش دریافت کنه. این پارک 3 باغ ساحلی داره: باغ جنوبی، باغ شرقی و باغ مرکزی که بزرگترینش باغ جنوبی با 54 هکتار مساحته. هر یک از این باغ‌ها ساختار منحصر به فرد و زیبایی دارن، اما یکی از خاص‌ترین نقاط این پارک جاییه که جنگل ابر نامیده میشه. اینجا کوهی با ارتفاع 35 متر وجود داره که توی دل مه و فضای سرسبز قرار گرفته و بلندترین آبشار سرپوشیده دنیا هم بین این همه زیبایی قرار داره. از همه جالبتر توی جنگل ابر بخش آواتاره که با ایجاد فضای تخیلی و رویایی تجربه متفاوتی رو برای بازدید کنندگان ایجاد میکنه. امکانات و جاذبه‌های این پارک به باغ‌های اون ختم نمیشه. این مجموعه 12 بخش متفاوت دیگه، انواع رستوران و فروشگاه هم برای بازدید داره. از جمله بخش‌های جذاب دیگه این باغ عبارتند از گنبد گل، گذرگاه آسمانی و بیشه درختان غول‌پیکر که هر یکیشون داره طرحی بی‌نظیر و تماشایی هستن.